سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رو میبینید. امروز چهارشنبه هفتم اوگوست است و من عبدالله شروف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت شهر پراگا 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگوییم. هوا در شهر پراگا پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی ابری است و حرارت دوام روز به 26 درجه می رسد. در شهر دوشنبه هوا خیلی گرم باقی می ماند و پیش بینی می شود حرارت تا به 40 درجه برسد. جسد 6 شهروند تاجیکستان که روز 6 اوگوست در صدمه مدهش در ولایت ریزن روسیه به هلاکت رسیدند به تاجیکستان فرستاده می شود. سفارت تاجیکستان در روسیه صدمه پرقربانی با شرکت شهروندان تاجیکستان را در روسیه زیر نظارت گرفته است. بنابر اطلاع مسئولان سفارت، عین زمان مسئله انتقال دادن جسد 6 شهروند قربان شده تاجیکستان، نظیره نصرینова، گلدانه نصرینова، عبدالله سعیدов، ولیجان محمودov، اسلام خلیلov، فیروز مولویف به تاجیکستان با مقامات روسیه هماهنگ می شود. همچنان 6 تن دیگر از جمله احمدov رحمان، عطای فیضلی، براتov فرخت، علیف سمندر که در پی صدمه جراحت‌های گوناگون برداشتند در بیمارخانه منطقه شاتسکی و دوی دیگر از زخمیان در بیمارستان دیگر بستری هستند. صدمه مرگبار در ناحیه ساسوی ولایت ریزن صبح بر وقت روز 6 اوگوست رخ داد. مسافربر مهاجران تاجیک به ماشین تویوتا لند کروزر برخورد. در نتیجه 6 نفر جان باخته، 6 کسی دیگر به برداشتن جراحت‌های وزنی جسمانی در بیمارخانه قرار دارند. بعضی از ساکنان در ناحیه باباجان غفوروف و شهر کانیبادام ولایت سوخت برای گریز از رعایت قانون تنظیم معرکه ختنسور فرزندانشان را در طرفخانه‌های ناحیه نزد مرزی قرقیزستان دایر می‌کردند. مسئولان شعبه عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های مردمی در سوخت گفتند که از برگزاری این گونه حالت‌ها در بیرون از مرز کشور خبر دارند. سهراب رستمزاده، مدیر شعبه عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در ولایت سوخت در نشست خبری درباره جای داشتن این گونه حالت‌ها گفت بعضی شهروندان ماهیت قانون را درست درک نکرده همانا به اسرافکاری دست می‌زنند. اما رستمزاده میگوید تاثیر رساندن به معرکه‌هایی که بیرون از مرز کشور دایر می‌شود خلاف قانون است و کمیسیای آنها نیز این صلاحیت را ندارد که به آن دخالت کند. او گفت در این سمت کمیسیا با ساکنان کارهای فهماندهی را دایر کرده ایستاده است. حکومت تاجیکستان سال 2007 قانون تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها را قبول کرد که هدف قبول آن پیشگیری از خرج و اسرافکاری ها در توی معرکه ها گفته می شد. موافق این قانون توی ختنسور با اشتراک نه زیاده از 60 نفر برگزار باید شود. برگزاری آن در طربخانه با اشتراک حافظان و ذبح چاروا ممنوع است. با یک قرار رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه در آستانه جشن عید قربان در پایتخت موقتا برای ذبح چاروا مکانهای مخصوص تشکیل کرده می شود. دفتر مطبوعاتی شهرداری پایتخت متن قرار رئیس شهر را در این باره نشر کرد. موافق این قرار در ناحیه شاه منصور 18 مکان مخصوص، در ناحیه فردوسی نیز 18 مکان و از جمله در محله های یکچینار و روشنگران، در ناحیه سینا در 34 جای و در ناحیه اسماعیل سامانی در نزد مجمعه بیتاری واقع در خیابان حافظ شیرازی، در کارخانه زمانوی ذبح چاروای یاور واقع در حدود ناحیه رودکی جایهای ذبح چاروا تشکیل کرده می شود. موافق قرار شورای علما جشن عید قربان در تاجیکستان روز یکشنبه 11 اوگوست دایر می شود. وزارت دفاع ازبکستان روز 6 اوگوست خبر داد که یک گروه از نظامیان تاجیکستان به ولایت جیزخ رفتند. آنها در بازی‌های ارتش 2019 در رزمایشگاه فاریش اشتراک می‌کنند. مقامات وزارت مدافعه ازبکستان گفتند نظامیان تاجیک برای دریافت جای سزاوار در مسابقه حربی تیبی وارد رقابت خواهند شد. در بازی‌های ارتش 2019 در ازبکستان نظامیان از ارمنستان و روسیه، زیمبابوه، ویتنام، تاجیکستان، میانمار، بلاروس، قزاقستان و آذربایجان اشتراک می‌کنند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید.
رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور میشم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان میشویم. حالا رو میاریم به خبرها از خارج تاجیکستان. روز 6 اوگوست ایران از سازمان ملل متحد درخواست نمود که تحریم های ایالات متحده آمریکا را متوقف کند. پرزیدنت ایران حسن روحانی گفت که مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران بعد از آن امکان پذیر خواهد بود که تحریم های ایالات متحده آمریکا لغو گردند. سال گذشته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امضای کشورش را از سازش هسته‌ای ایران با 6 کشور ابرقدرت عالم بازخوانده تحریم جمهوری اسلامی ایران را برقرار کرد. تا حال معلوم نیست که دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در این مسئله چیکار کرده میتواند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا چندین بار اصرار ورزیده است که صرف نظر از عمیق‌ترین تحریم ها آماده است با تهران سر میز مذاکرات بنشیند. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه جان هانسمن از مقام خود استعفا داد. انتظار می رود دیپلمات آمریکایی تا 3 اکتبر سال روان در مقام خود ایفای وظیفه کند. به اطلاع نشریه زهیل، هانسمن در عریضه‌اش به عنوان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نوشته است از اینکه در دوره تاریخی و دشوار مناسبت‌های دوجانبه وظیفه‌های سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه را باور کرده بر ذمه او واگذاشتند سرفراز است. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، جان هانسمن تصمیم دارد به آمریکا برگشته نامزدی خود را به مقام رهبری ایالت یوتا در انتخابات پیشروی پیشنهاد کند. هانسمن عضو حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا است. او از دور رونالد ریگان در مأموریت کاخ سفید کار میکرد. سالهای 2005-2009 ایالت یوتا را رهبری کرده پس از تعیین شدنش به حیث سفیر ایالات متحده آمریکا در چین این مقام را ترک کرد. از سال 2017 سفیر آمریکا در روسیه بود. ایران 3 نوع موشک نوی اداره شونده را که خود استحصال کرده است معرفی کرد. در این باره خبرگزاری رسمی ایران ایرنا اطلاع داده است. وزیر دفاع ایران امیر حاتمی گفته است موشک ها را می شود در چرخبال، هواپیمای بسرنشین یا ضربه‌زنها نصب کرد. یکی از آنها می تواند هدف را در مسافه بیش از 50 کیلومتر محو سازد. به گفته حاتمی موشک های نو توانمندی ایران را باید نشان بدهند. معرفی موشک‌های نو در پسمانظر بد شدن مناسبت‌های تهران و واشنگتن صورت می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا ماه می سال گذشته به طور یکجانبه از سازش هسته‌ای با ایران خارج شده تحریم‌های ضد تهران را دوباره برقرار کرد. مقامات آمریکا می‌گویند سازش هسته‌ای 3 سال پیش به ایران امکان داد که برای کارکرد پنهانی سلاح هسته‌ای مواد جمع آوری کند. تهران این ادعاها را رد می‌کند. اتحاد اروپا با ایالات متحده آمریکا راضی نیست و گفت برای دور زدن تحریم‌های آمریکا چاره‌های را خواهند اندیشید. مقامات ایران ماه ایون گفتند که از اجرای بعضی عهده‌داری‌های خود در سازش هسته‌ای دست می‌کشند. سازش تهران با ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان در مورد محدودسازی برنامه هسته‌ای سال 2015 حاصل شده بود. آن تدریجاً بیکار کردن تحریم‌های ضد ایران را بر عوض خودداری تهران از کارکرد سلاح هسته‌ای پیش بینی می‌کرد. طالبان افغان انتخابات پرزیدنتی این کشور را تقلب نامیده تهدید کردند که سلاح به دستانش هر کار امکان پذیر را برای خللدار نمودن این معرکه به جا خواهند آورد. روز سه‌شنبه جنبش افراطگرا اظهارات پخش نموده از مردم کشور دعوت کرد که به حوزه‌های انتخاباتی نروند و در جمع آمدهای نامزدهای کرسی ریاست جمهوری اشتراک نورزند. در همین حال هیئت‌های مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا و طالبان اصرار می‌ورزند که به سازش ختم جنگ 18 ساله افغانستان نزدیک می‌شوند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی یکی از نامزدهای اساسی مقام پرزیدنت این کشور است. او میگوید نیروهای مسلح افغانستان به حمایت مردم در مقابل طالبان آماده‌اند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان نسبت کارمندان وزارت حالتهای فوق‌العاده به گمان از خود کردن تلفن‌های موبیلی از مکان سقوط هواپیمای بوئینگ 747 در نزد فرودگاه منس پرونده باز کرده است. 6 کارمند وزارت حالتهای فوق‌العاده که در این پرونده گمانبر می‌شوند روز 31 ایول از حق خارج شدن از قرقیزستان محروم شدند.
برخی از رسانه‌ها می‌نویسند در دایره پرونده مذکور 100 کارمندی وزارت حالت‌های فوق‌العاده بازپرسی شده است. هواپیمای باربر بوینگ 747-400 صبح 16 ینور ساعت 7:20 در نزدیکی فرودگاه مناسی بیشکک سقوط کرد. این هواپیما در مسیر هنگ کنگ بیشکک استانبول پرواز داشت. پیشتر حکومت قرقیزستان خبر داده بود که هواپیما برای گرفتن سوزشواری میخواست فرود آید، اما شرکت IST ایرلاینز صاحب هواپیما خبر داد که آن برای خالی کردن بارش یعنی تلفن‌های موبیلی در بیشکک فرو آمد. در پی سقوط هواپیما 38 آدم از جمله 34 شهروند قرقیزستان و 4 شهروند ترکیه کشته شدند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبری با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی که امروز از جانب بانک ملی معین شده است. $1 آمریکایی 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درم و 1000 روبل روسی 144 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.